سلام. در این ویدیو قصد دارم چارچوبی پرامپت خوب و کارآمد رو برای شما توضیح بدم و با همدیگه در چت جی پی تی یک نمونه انجام بدیم. با من همراه باشید. ما در ویدیو قبلی 20 قاعده برای پرامپت نویسی رو گفتیم و برای هر کدوم مثال زدیم. اگه اون ویدیو رو ندیدی توصیه میکنم حتما ببینید، لینکش رو در کپشن میذارم. من 20 قاعده رو به دو دسته کلی تقسیم کردم: قواعد کمکی و قواعد اصلی. تو قواعد کمکی ما مواردی داریم مثل درخواست پاسخهای عینی، درخواست پاسخ در قالب تشبیه و استعاره، پرسیدن سوال بسته و باز، پرسش از یک موضوع مشخص، خلاصه سازی، مقایسه، پاسخ شمارشی و مواردی. در دسته قواعد اصلی هم 8 تا قاعده داریم: تعیین نقش یا هویت پاسخگو، تعیین مخاطب پاسخ، بیان زمینه موضوع، بیان مثال، طرح درخواست به صورت واضح و شفاف، تعیین فرمت، تعیین لحن و تعیین الزامات یا محدودیت‌های احتمالی. اینجا لازمه من کمی بیشتر درباره بیان مثال که یکی از قواعد اصلیه توضیح بدم. مثال میتونه یه مدل علمی باشه. مدل علمی رو ما برای چت جی پی تی تشریح میکنیم و ازش درخواست میکنیم بر مبنای اون به ما خروجی بده. همچنین میتونه شیوه رفتار یا عمل یک اینفلوئنسر باشه، شیوهی که یک نویسنده در کتابش گفته، یک اثر سینمایی یا هنری باشه، شیوه یک فرد معروف، شیوه به کار رفته در یک سند و شیوه خودساخته، یعنی شیوهی که ما میسازیم و به چت جی پی تی معرفی میکنیم. من مثالی بزنم در این مورد. یکی از مدل های معروف در بازاریابی مدل آیدا یا قیف بازاریابی هست. این مدل یک از مدل های پایه‌ای برای بحث مارکتینگ و معرفی محصول و فروش محصول به بازار هست. 4 تا مرحله داره: آگاه سازی یا awareness، ایجاد علاقه یا interest، تسهیل تصمیم گیری یا decision و اقدام به خرید یا اکشن. همچنین شیوهی که استیو جابز در معرفی محصولات اپل به بازار میکرد میتونه یکی از مثال ها باشه، یا شیوه مذاکره کریس واس، مدیر سابق مذاکره کننده FBI که در مجموعه هنر مذاکره اون رو تشریح کرد. برگردیم و مثالی رو بر مبنای مدل آیدا انجام بدیم. همونطور گفتم ما باید توی این پرامپتی که می‌نویسیم این 8 تا قاعده رو داشته باشیم. حالا نشون میدم به چه صورت. فرض کن، یعنی چت جی پی تی فرض کنه که خودش یه استراتژیست بازاریابیه و متخصص در طراحی و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی تاثیرگذار. اینجا میشه اون بخش تعیین نقش برای چت جی پی تی. ادامه: من مدیر بازاریابی شرکت تایسون هستم. این شرکت برندی معروف در تولید کفش‌های ورزشی برای نوجوانان است. تیم بازاریابی ما تا اینجا میشه تعیین مخاطب. در حال آماده سازی انجام یک کمپین تبلیغاتی برای پشتیبانی عرضه جدیدترین محصول شرکت. زمینه یا موقعیت و هدفی که ما از نوشتن پرامپت داریم. این کمپین بر اساس مدل آیدا که یک چارچوب بازاریابی مرسوم است انجام خواهد شد. این مدل 4 مرحله داره: ایجاد آگاهی، ایجاد علاقه، تسهیل تصمیم‌گیری یا تمایل یا ایجاد تمایل و بحث اقدام به خرید. اینجا ما مثال یا مدل خودمون رو توضیح دادیم. برای هر مرحله از آن، یعنی مدل آیدا، حداقل 3 فعالیت بازاریابی پیشنهاد بدید. تعیین الزام یا محدودیت که برای مخاطب هدف جذاب باشه. پیشنهاد خود را در قالب رسمی و با فرمت بولت گذاری شده برای هر مرحله ارائه بدید. 2 مورد آخرم لحن و فرمت خروجی بودن. خب ترجمه پرامپتی که نوشتیم رو در داخل چت جی پی تی کپی پیست میکنیم و اینتر رو میزنیم. عنوانی انتخاب کرده برای خروجی خودش: آیدا بیس ادورتایزینگ کمپین پروپوزال فور تایسون اتلتیک شوز. پروپوزال کمپین
بازاریابی شرکت تایسون برای کفش‌های ورزشی. 4 تا بخش داره. بخش اتنشن طبق همون مدل آیدا، بخش اینترست، بخش اینتنشن یا دیسیژن و بخش اکشن یا اقدام بخرید. برای هر مرحله هم 3 تا فعالیت اصلی ذکر کرده تا تیم بازاریابی بر مبنای اون فعالیت کنن و بتونن نتایج خوبی از کمپین خودشون بگیرن. خیلی ممنون که در این ویدیو با من همراه